ملتی که توی خیابونا میره باقاله میخرید، لبه میخرید، روش 1000 یه مگس نشسته بود، اون بغل تاپاله گاو بود، من شما رو رسوندم به فروشگاه بزرگ و فروشگاه کوروش. ملتی که زن تو خونه پدر کتک میزد، برادر کتک میزد، شوهر کتک میزد، هر مردی اگر در میرسید اون زن رو کتک میزد، من ازش وزیر و وکیل و خلبان و نویسنده و نمیدونم هر چی، هر کاری تو دنیا، خانمای کشورهای آمریکایی و اینا، چون من ایران رو داشتم با آمریکا مقایسه می‌کردم، من ایران که ندارم با عربستان مقایسه کنم، چون همون چیزاش باش مقایسه کنم. من زنان ایران رو رسوندم به ارج. من زن ایرانی رو از خاک، بانوان ایران و مادرانتون از خاک بلند کردم، آوردم گذاشتمش توی سفارتخونه ها، تو وزارتخونه ها. از زن ایرانی من قاضی ساختم، یعنی زن ایرانی میشه چکش میزد، میگفت تو یه مرد به این زن اچاف کردی، تو محکومی. کافه و کابارم که براتون آوردم، تفریحام که براتون آوردم، مدارسم که مجانی کردم، تازه تغذیه رایگانم که دادم، دانشگاهم که مجانی بود، به دانشجوام که داشتم پول میدادم. یارو مثلا دانشجو از اصفهان میومد تهران، خب کسی پیش نداشته، خوابگاه براش دادم، یه پول تو جیبم توش میدادم. بعضیاتون هم که فرستادم خارج از کشور، به اونها هم پول میدادیم، میگفتیم آقا 4 سال درس خوندیم، ما بهت کمک کردیم، بیا برای دولت 8 سال خدمت کن، تازه حقوق هم بگیر. زیر پای همتونم که یه پیکان انداخته بودم، خیابوناتونم که آسفالت بود، موش و سوسک و مارمولک هم که داشتیم جمع و جورش می‌کردیم، تهران رو تمیز کرده بود، شده یکی از پایتخت‌های قشنگ دنیا. به جز تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، آبادان، خرمشهر، رشت، تمام شمال، چه مازندران چه گیلان، تبریز، کرمانشاه، همدان، خرم‌آباد، دیگه برات بگم زاهدان، بندرعباس، هی داشت قشنگ میشد، درست میشد دیگه. قشنگی رسید بود به شهرهای کوچیکی مثل فسا، جهرم، کازرون، دیگه بندر جاس، همین شهرهای کوچیک مثلا عراق، کاشون، قم، داشتم تمیز میکردم براتون. به زیارتگاهاتون احترام گذاشتم، نرفتم کردستان رو بمبارون کنم، نرفتم خوزستان رو بمبارون کنم، نه آبو بستم رو ملت مردم بلوچستان، نه سر بچه‌هاشون رو بریدم، نه بچه‌هاشون رو دزدیدیم، نه زناشون رو به فروش دادیم، نه قاچاق تو مملکت کردیم، نه استان هرمزگان رو تبدیل کردیم به قاچاق، نه شمال رو رفتیم بزنیم جنگلاشو داغون کنیم، کویراتون هم داشتیم درخت می‌کاشتیم. من چه کاری قرار بود برای شما بکنم که نکردم؟ خب طبیعیه وقتی این کارا رو براتون میکنن، دنیا میگه آقا این داره میره دیگه، پنجمین ارتش غیر اتمی جهان، دهمین اقتصاد قدرتمند جهان، که تمام شرکت‌های معتبر جهان اومده بودن تو تهران، تو اصفهان، تو آبادان، تو شیراز، تو این ور اونور دفتر نمایندگی داشتن. شما یه ماشین BMW که تو ایران می‌خریدی، بنز که می‌خریدی، هر چی تویوتا که می‌خریدی، شما نمی‌رفتی الکی بگی لنت پیکان به این می‌خوره، نه، می‌رفتی تعمیرگاه مجاز، گفتی آقا مثلا ماشین من عیب داره، چیز تویوتا، بله، بنز، بله، این تعمیرگاه مجاز. همون وسایلی که تو آلمان تو اون بنز پیاده می‌کردن، همون رو نو واسط اونجا پیاده می‌کردن، از لنتش، از موتورش، از